салом ва ба барномаи ахбори озодӣ хуш омадед. Навтарин хабару гузоришҳо аз Тоҷикистону ҷаҳонро аз студияи марказии радиои озодӣ дар Прага тақдими шумо мекунем. Нахуст таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳои имрӯз 30 июн. 18 соли зиндон ба 2 узви комиссияи 44 дар Бадахшон. ҳукми онҳо паси дарҳои баста эълон шуд. 2 фаъоли бадахшонӣ талош доштанд ҳодисаҳои хоруғ одилона таҳқиқ шавад. як зани аз ноҳияи Спитамен иддао дорад ки кормандони милиса ба ҷои роҳ додан ба ҷашни ваҳдати миллӣ ӯро бераҳмона заданд. мана бурда адил ба ҳамунҷаам ғалт дидам, адил ба дароварда мана чунонам задам. ман чӣ гуноҳ кардам ки мана мезанад? тиҷорати сердаромад аммо бо баҳои ҷони миллионҳо бемор дар ду сӯи марз ё роҳи қочоқи дорӯҳои камчин از ایران به افغانستان. همیشه دوایی که قاچاق میشه کیفیتش پایین میشه. چون که قاچاق میشه نرخش پایین می وقتی که نرخش پایین بیه مجبور است کیفیتش از بین ببره. دادگاه شهری دوشنبه 2 عضو کمیسیای 44 سازمانی عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان را به 18 سال زندان محکوم کرده است. اعضای این کمیسیا برای تحقیق ناآرامی‌ها در بدخشان و مرگ شهروندان با مقامات همکاری می‌کردند. همکاری ما میرزانبی خالقزاد محاکمه خوجمری پیرنظرов و شفتالو بیگ محمدов را پیگیری کرد و با جزئیات بیشتر در استودیو با ماست. میرزانبی محاکمه در کجا و چگونه صورت گرفته است؟ ببینید همین روز مرافعه 29 ایون پس درهای بسته گذشت. یک عضو جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستان بدخشان گفت که از خاروق برای آزادی آنها به تشکیل گرد همایی به اجازه گناهکار شدند. قبلا گفته میشد آنها با عیبنامه دیگر از جمله دریافت مبلغ از خارج هم متهم دانسته میشدند. به گفته مصاحبه ما دادستان در اول همین هفته از دادگاه تقاضا کرده است که هر دو را به 20 سالی زندان محکوم کند. مسئولان دادستانی پایتخت پرونده به حکم خوجمری پیرنظرов سخنگوی کمیسیای 44 و عضو دیگری آن شفتالو بیگ دولتov را شرح ندادند. شخصان نزدیک به این دو فعال جامعه بدخشانی میگویند آنها وکیل مدافع نداشتند، اما حقوقدان فراموز ارگشوف که نیز در بازداشت همراه آنها هست در مرافعه به حمایتشان گپ زده است. آنها گفتند با حکم دادگاه راضی نیستند و در 10 روز آینده بازبینی حکم را درخواست خواهند کرد. تشکر میرزانبی. درباره خود کمیسیای 44 چی خبر است؟ حالا هم فعالیت دارد این کمیسیا؟ قبلا یک چیز باید زرنگیز بگویم که حکم اونها دیروز یعنی 29 ایون صورت گرفته بود و دیگر اینکه سرنوشت کمیسیای 44 معلوم نیست، چون در پی کشته شدن محمد باقرov تقریبا 10 نفر آنها بازداشت شدند. آنگونه که میدانیم کمیسیای 44 در پی اعتراضهای ماه نوامبر سال 2021 در مرکز ولایت بدخشان تشکیل شده بود. با آن اساساً فعالان و نمایندگان جامعه شهروندی ولایت داخل بودند. 6 عضو کمیسیای 44 شامل گروهی بودند که از مفتشان دادستانی کل و دادستانی حربی تاجیکستان ترکیب یافته بودند. حادثه‌های ماه نوامبر سال گذشته را در خاروق تحقیق می‌کردند. تنش‌ها در بدخشان ماه نوامبر سال گذشته بعد آن افج گرفت که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی گلبدین زیابکوف ساکنی راشقلعه کشته شده بود. در جریان تظاهراتی که بعد آن برخاست 2 نفر دیگر به هلاکت رسیدند و 17 نفر جراحت برداشتند. و اعضای کمیسیای 44 در این حادثه مذاکره کننده اساسی با مقامات حکومت تاجیکستان بودند. با میانروی آنها به اعتراض 4 روزه در خاروق خاتمه داده شد، اما بعدا از طرز کار مفتشان و شیوه تحقیق حادثه ابراز ناراضگی کردند و همین طور کمیسیای 44 فعلا از دوباره شروع کردن. تشکر زیاد همکارم میرزانبی خالقزاد درباره محکوم به زندان شدن 2 عضو یک کمیسیای صحبت میکرد که باید همراه با مقامات سببهای ناآرامی‌های ماه گذشته در بدخشان را تحقیق میکردند. برنامه را ادامه می‌دهیم. یک زن در ولایت سوخت ادعا دارد که او را برای شیوه لباس پوشی به جشن دولتی راه ندادند و بر علاوه در اداره میلیسا عذاب و شکنجه اش کردند. الابت اوغالیکова از ناحیه اسپیتامن میگوید لباس سیاهش به مقامات انتظامی خوش نیامده است که با او چنین رفتاری بد کردند. در رابطه با این قضیه بحثی دادگاهی سر شده است. تفصیلات در گزارش از فرزان محمدی. الابد آغالیقova ساکن 60 ساله ناحیه سپیدمن در نزدیکی قصر فرهنگ زندگی میکند.
و صبح 27 ایون خواسته است در چهاربینی فرهنگی و سیاسی مقامات محلی شرکت ورزد، ولی میگوید کارمندان میلیسه او را در نزد در باز داشته به اداره پلیس بردند. من هم تو خپیدو ماشین به شنونده من یک زد سرم به همجا به بخال شدم. من برده عادل به همونجا هم غلطیدم، عادل به در آورده من چنون نام زدم. من چی گناه کردم که من میزند؟ الابد میگوید او را دست کم 7 ساعت در شعبه پلیس منطقوی نگهداری میکنند و آزار و اذیت میدهند. این زن 3 کارمند پلیس را در دست داشتن به این عمل عیبدار میکند. سرم دستم کبود، 2 دستم پوچکم باز بینم اگر من دستم کپ کبود. در بیمارخانه ناحیوی مراجعت این زن را با آثار ضرب دست و بازوان و درد سر بیگاهی روز 27 به قید گرفتند. طبیبان گفتند که برای پس شدن شدت درد 1 شب بستری نمودند. در شعبه منطقوی میلیسه ناحیه سپتامین هم بازداشت آقالیق را تصدیق کردند ولی علت و کوب را رد نمودند. در همین حال از ریاست کارهای داخلی در ولایت سوخت به رادیو آزادی گفتند که نسبت این زن از روی ماده اطاعت نکردن به امر کارمند میلیسه که حفظ ترتیبات را تامین می‌نماید سند ترتیب دادند. این ماده در صورت تصدیق خود را در دادگاه یافتند جزا به نمود از 5 تا 15 شبانه روز حبس مأموری یا پرداخت جریمه در حدود 200 سامانی را معین کرده است. ولی پیوندان الابد میگویند ضد پلیس منطقوی به زینه‌های بالایی مقامات شکایت بردند. رفتیم به شهر فوجان مقاوله ما بیاناتنامه نوشتیم، عریضه نوشتیم به این کارمندان میلیسه. در حکومت محلی ناحیه سپتامین میگویند مسئولان محلی با این زن مشکلی ندارند و مراجعت‌هایش بی پاسخ نمیماند. خود آقالیق و سبب راه نیافتنش به تالار ادانه را در موافق نبودن لباسش میداند. گفت که تو سیاه پوشیدگی ممکنه تو دعوت کردگی نگو. مقصدم همین کنسرت به درآمد خودم وای کردن، دلم شاده کردن. جشن چهاربینی‌های دولتی عادتاً با دعوت مقامات برگزار شده نه همه به آنها راه داده می‌شوند. مقامات این را یک چاره امنیتی می‌شمارند. شهروندان جداگانه نه تنها به قصرهای فرهنگ حتی گاه جشن‌های به نام عاموی در میدان یا ورزشگاه‌ها نیز راه داده نمی‌شوند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه سپتامین. گروه از ساکنان در یک محله دوشنبه با چند ساعت بستن راه ماشین‌های بارکش خواستند توجه مقامات را به مشکل خود جلب کنند. آنها شکایت دارند که هر روز ماشین‌های عظیم بارکش مثل دولن از بین کوچه‌های آنها می‌گذرد و به خانه‌هایشان آسیب رسانیده است. اما اعتراض آنها چی نتیجه داد؟ گزارش همکاران ما سروینازی روح‌الله و برات یوسفی را می‌بینیم. مошинҳои борбари гаронвазн аз маҳаллаи гулбутаи шаҳри душанбе шабу рӯз мегузаранд. бунафша бой аҳмадова сокини ин маҳалла шикоят аз он дорад ки манзили ӯ ба ҳоли садама расидааст. ба қавли бунафша ин роҳи дохили маҳалла аст ва ронандаҳо ҳамарӯза бо истифода аз он сангу шағал ва партоб мекашонанд ки боиси садама дидани сохтмони манзилаш шудааст. 10 сол мешавад. Не 10 соли хел набуд. اینم 3-4 سال شد نمیخونه. ای دسته دولانورا گامده میگه که یا سالی دراز نمیخواد. نه دولانو نوشیدن زودورا نو کن نو ایتر خونمون ترشیدن. با گفته ساکنان محله گلبوتا راهی دیگر بیرون از محله هست که ماشین‌های گرانوزن میتوانند از آن استفاده کنند. ولی با سبب آن که آن راه از داخل یک کارخانه میگذرد راه بسته است. که من راه هست ولی دوشنبه کردی اما ولی دوشنبه کردی روی گیرن آباد کنم رو تماما من کنم این ماشین گذشت کنم یه 8 تن بور کردی میرد 8 تن بور کردی چند غبار تا سر همون خورفتن نمیتونی با بالایی این همون ماشینایی که میگذارن همه خونهایی که منم بیچاره مردم در مهاجرت میرن کار میکنن خونه کاتگی یا که عربکش کردن من گلی همین جا یگان مردمی چی نیست ساستایانش خیلی ناز نیست همه دهقان همه بیچاره بخسته خونه کردگی ایلوی بلوک همش آواری میشدگی. ساکنان از آن که مقامات به مشکلشان رسیدگی نکردند راه را برای ماشین‌های باربر گرانوزن بستند. با دنبال این مقامات یک گروه کاری تأسیس داده مشکل ساکنان محله گلبوتا را به بررسی گرفتند. وقتی که نو شهروندان مراجعت کردند
ایجابگویی کاری شیرگی از طرف حکومت ناحیه فردوسی. همین را حاضر اومدیم دیدیم، مسئله گذاری کردیم، گفتشینی کردیم، مردم قطعی میشه ایرادی که از طرف شهروندان میشه ما هم رو انشاءالله برطرف کردیم. در گذشتن ساکنان از استفاده راههای محله‌ها که باعث خللدار شدن آرامی و محیط زیست آنها شده بود شکایت کرده بودند. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. شما اخباری آزادی را تماشا دارید. 95% داروواری به افغانستان به طور قاچاقی وارد می شده است. یک تحقیقات رادیوی فردا معلوم کرد که اکثر داروهای قاچاقی از ایران به افغانستان برده می شوند. این در حالی که قیمت دارو در خود ایران بالا رفته، برخی از داروهای حیاتاً مهم کمچین شده است. درباره این تجارت سردرآمد که با زندگی میلیون ها بیمار در دو سوی مرز بازی دارد، مومین احمدی گزارش می دهد. این بازار در تهران پایتخت ایران است. راه انتقال داروهای قاچاقی به کشورهای همسایه از جمله افغانستان از همین جا آغاز می شود. بیش از 30% مواد داروواری در افغانستان استحصال ایران است که با راه قاچاق وارد این کشور می شوند. در انبارهای دارو در افغانستان داروهای هم هست که در خود ایران کمچینند. فعلا شما مشاهده میکنیم ما از کمپانی اکسیر از کمپانی ایرانی استفاده میکنیم. دیگه یک سهولت قیمت نسبت به پاکستانی ارزانتر و مناسبتره. کیفیت از این واقعا خوبه. فعلا مریضایی که میبرم استفاده میکنم راضیم از این آمپول انسولین مکس. یک قاچاقچی مواد داروواری در صحبت با رادیوی فردا شیوه کارش را نقل کرد. روزانه هر روز کسی داره، هر روز صبح میره دیگر میاد، صبح میره دیگر میاد از ایران. زیادتر همین انسولین است که دیگه یک موادای دیگه است که به خاطر دستگاه مواد قندینا استفاده میشه که به نام F6 یاد میشه. یکی اوست و دیگه بعضی پامادایی که به خاطر سوختگی استفاده میشه، پامادا هم از ایران میاد. راه‌های قانونی واردات دارو به افغانستان محدود است. 95% داروواری با راه قاچاق طریق ماشین‌های بارکش و اتوبوس‌ها به این کشور آورده می‌شوند. دوایی که مثلا ما وارد می‌کنیم اونجا در طیبات زیادتر وقت یا داخل کارتن می‌کنیم یا اینکه داخل گونی می‌کنیم. مقصد دوا معلوم نشه که داخل از این دواست. بعد کسایی که موظف هستن به اونام یک چیز شیرینی میدن، بعداً باز تا مرز میه. صدها نفر از دو سوی مرز در این بازار نزد سرحدی هرات به قاچاق داروواری مشغولند. کارمندان خود کمپانی‌ها دیگه بخش پخش دارو، دیگه ویزیتورهای کمپانی‌ها دیگه اونا معاش میگیرن که جنس به فروش برسونن. دیگه فرقی نمیکنه جنس از اونا کی میخره. حتی دکترها، داروخانه‌ها. صفت و شیوه درست نگهداری داروهای قاچاقی را کسی کفالت نمی‌دهد. بله، مثلا دوایی که راه قاچاق میایه، دوایی میکنه استندشونی مثلا شاید تا اینجا میایه در شرایط درجه حرارت، در درجاتی که یک دوا ضرورت داشته باشه نگهداری نشه. دوای پرکیفیت قاچاق نمیشه. همیشه دوایی که قاچاق میشه کیفیتش پایین میباشه. چون که قاچاق میشه نرخش پایین می، وقتی که نرخش پایین بیه مجبور است کیفیتش از بین ببره. آگاهان میگویند در حالی که قاچاق دارو از ایران به افغانستان افزایش یافته است، در خود ایران ساکنان از کمبود مواد داروواری و نرخ گران آن شکایت دارند. بینندگان عزیز، با همین مطلب اخبار آزادی را به پایان میبریم. تشکر از شما که تا آخر ما را تماشا کردید. خبر و گزارش های از این بیشتر در وبسایت رادیوی آزادی و یوتیوب و فیسبوک و اینستاگرام دسترس است. تا برنامه های فردا، خدا نگهدار شما.